اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی لعباده من افق الالباب، المجلی عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هر قبیله، هر گروهی، هر مذهبی، هر طایفه‌ای در طول دوران حیاتشون سعی میکنن حقانیت خود رو ثابت کنن. کسانی که دارای دین هستند، آیین هستند، روش هستند، با خلقشون، با اخلاقشون، با معرفی اشخاصشون سعی میکنن به مردم اعلام کنن که بهترین مذهبن، بهترین طایفن، بهترین گروهن تا مردم رو جذب کنن. این دین و این آیین اگر مورد تناقض باشد، یعنی در این مذهب و دین تناقض باشد، مردم در مورد اون آیین و دین متردد میشن. لذا سعی میکنن مذاهب، گروه، فرقه در کتابشون یا در گفتارشون تناقض نباشه. این کتاب مقدس تورات، کتاب مقدس تورات از یهوشافاط صحبت میکند به عنوان یه شخصیت ایمان آورنده و مؤمن. میگوید آنقدر این به دین و خدا خدمت کرد که هر کاری براش ممکن بود برای خدا انجام داد، اما یک کار نتوانست بت‌هایی که مردم ساخته بودن بر روی قله اونها را از بین ببره. تو همین کتاب تورات در بخش اولش همین قصه رو نقل میکند. میگوید یهوشافاط توانست به خدا خدمت کند حتی بت‌های روی کوه رو از بین ببره. خب وقتی کسی به این تورات مراجعه میکند میبیند کلام تناقض دارد، کلام مختلف است، لذا نسبت به اون آیین دلسرد میشه. یا یه ملحدی میاد نسبت به قرآن کریم، چون قرآن کماله، قرآن کتاب قانونه، اسلام انتهای دین هاست. ببینیم قرآن هم تناقض دارد یا نه. آیا قرآن کریم هم نعوذ بالله مانند کتب دیگر قابل اشکال است یا نه؟ قرآن کریم میفرماد من کل شیء خلقنا زوجین، از هر دو چیز ما زوج قرار دادیم، یعنی نر و ماده. یه ملحدی میاد اشکال میکنه، میگه باکتری مگر ماده و نر داره؟ باکتری ماده و نر نداره. چطور خداوند متعال میفرماید ما از هر چیزی نر و ماده قرار دادیم؟ این تناقض در قرآن است. خب آیینی که ضعیف باشد، دینی که ضعیف باشد، تناقض توش باشد،
نمیتواند به قوت جوابگو باشه. اما قرآن کریم امیر المؤمنین فرمود اضرب القرآن بعضه بعضا، یعنی قرآن رو که میخوانید، قسمتی از قرآن رو، آیات رو که تلاوت میکنید، ببرید جلو آیات دیگر، با هم مقایسه کنید، نظر کنید. مثلا قرآن کریم میفرماید و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین، بر اونها باران نازل کردیم و اون بارانی که نازل کردیم خیلی دردناک و شدیده. تعبیر میکند باران بدی بر اونها نازل کردیم. خب قرآن کریم چی نازل کرده بر اینها؟ آیه دیگر توضیح میدهد، میفرماد و امطرنا علیهم حجارة من سجیل، نازل کردیم بر آنها سنگهایی که از گل ساخته شده است، که تعبیر ازش میکنن به کلوخ، یعنی کلوخ نازل کردیم. خب قرآن کریم فرمود امطرنا علیهم، باران نازل کردیم. بعد جای دیگر این باران رو توضیح میدهد که مراد از این باران سنگی است که از کلوخ ساخته شده است. من کل شیء خلقنا زوجین لعلهم یتذکرون. آیه دیگر قرآن میفرماد و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین. خب پس نشان میدهد که مراد خداوند متعال از این زوجین که تعبیر میکند مراد از نباتات است. یعنی ما در نباتات زوجین قرار دادیم. ملحدی که به قرآن اشکال میکند اینجا ساکت میشه. دین که قوی شد، تناقض که وجود نداشت، مردم ابواب فهمشون اونها رو میکشد به دین. البته نه اون دینی که بازیچه است، چون ممکن است مثل معاویه علیه لعائن الله دین رو بازیچه قرار بده، اصلا به دین عقیده نداشته باشد. ما خواهیم گفت که دیندار و مسلمان کیست، خواهیم گفت چه کسانی اطلاق مسلمان به آنها می شود. وقتی تو خلق و خو، روش و کار تو رو دید و مذهب تو رو دید و گرایش تو رو دید و اسلام رو در صورت تو دید، رو به اسلام می آورد. بعد نگاه میکنه به کتابت، میبینه کتابت موزون است، محکم است، تمام مسائلی که در کتاب الله نقل شده است روی حساب است، لذا ایمان می آورد. نکته دوم، دینی که به او ایمان می آوریم باید تأمین کننده احتیاج ما باشد. وقتی به آیین و کلمات این دین مراجعه کنیم، ما رو برای زندگی آینده و زندگی دنیوی و اخروی آرامش بده. چون دین آمده است که مردم رو به سعادت برساند. کدام دین است که میتواند انسان رو به سعادت برساند؟ قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو خلق کردم تا عبادت کنم. یعنی ای بشر که دنبال سعادت هستی، ای بشری که دنبال بهشت و آخرت جاودان هستی، اگر عبادت خدا کنی به این آرزویت میرسی. این اگر عبادت خدا کنی به این آرزویت میرسی، فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه کسی که عبادت خدا کند به وجود خدا و عظمت خدا پی میبرد. وقتی به وجود و عظمت خدا پی برد، دیگر از فرامین خدا تعدی نمی کند، تخطی نمی کند. هرچه خدا گفته است انجام می دهد. این ملکه عبادت
نورانیتی در انسان قرار میدهد که انسان را از انحراف در امان نگاه می‌دارد. ببینید غرب دینهایی که خداوند متعال به لطف خودش به تدریج آیین رو نازل کرد تا مردم ایمان بیارن خسته نشن. ببینید الان انسان آنقدر بی هدف زندگی رو دنبال میکند میشه شیطان پرست. شما قیافه بعضی این شیطان پرست ها رو ببینید، حاضر است خودش رو به زشترین شخصیت روی زمین تبدیل کنند و آنقدر اشیاء نامعقول و نادرست به سر و صورتش بزنه که بتواند به غریزش برسه. آخرش به غریزش نمیرسه، چون اون دین و اون آیین اشباعش نمی کند، چون آیین و دینشان نتوانسته است آن چیزی رو به اونها القا کند که سعادت اخروی به اون بده. یا اگر دین دارد دنبال دین نرفته، جند و شیطان شده، شیطان او رو گول زده است. سومین مورد، آیین و دین، گروه، طایفه باید کلامی نگویند، کتابشان مطلبی نگوید، علمای اونها مطلبی نگویند که با عقل ضروری و عقل فطری معارض باشه. انسان خداوند متعال به انسان یه عقلی داده، یه رسول درونی داده که بتواند او رو نصیحت کند، بتواند او رو به سعادت برساند. مثلا مثال میزنم، ما 3 نسخه تورات داریم. یه تورات داریم که مربوط به نسخه سامری است و متعلق به سامریین طایفه از بنی اسرائیل. یه تورات داریم، یک تورات دیگه داریم نسخه یونانی که متعلق است به علمای غیر پروتستان و گروه سومی هستند از علمای مسیحی که نسخه عبرانی دارن از تورات و اونها علمای پروتستان هستند. علمای پروتستان اینا معترفن به نسخه عبرانی. خب این با عقل فطری و با عقل ضروری و با عقل انسان نمی سازد که یک آیین 3 کتاب داشته باشد و این 3 کتاب صحیح باشد و 3 فرقه از یه آیین بشن، هر کدوم یک کتاب رو انتخاب کنن. قرآن کریم قرآن واحدی است. قرآن رو خدا نازل کرد، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن میفرماد ما قرآن رو نازل کردیم، خیالتون راحت باشد، هیچ کس نمیتواند در قرآن تصرف کند. قرآن رو ما حافظیم، قرآن رو ما حفاظت میکنیم. لذا میبینید در قرآن کلامی که گفته میشود، امری که بیان میشود، اگر انسان عالم باشد، فاضل باشد، فهمیده باشد، برای همه بیان میکند که قرآن تناقض نداره، قرآن مشکل نداره. قرآن کلامی نیست که در او کسی بتواند کلامی رو بیابد که با عقل سازگاری ندارد. البته نه هر عقلی، عقل فطری سالم خالی از هر گونه اوهام، از هر گونه شوائب. لذا آیینی که انسان رو دعوت می کند، انسان رو فرا می خواند، باید حقانیت خودش رو هم ثابت کنه. یعنی ثابت کند که بر حق است، دینی است که تمام است و دینی است که نزولش نسبت به زمان و مکان هم تاریخ بر او تأکید کرده است،
هم دارای معجزات و کلماتی است که حقانیت او را ثابت می‌کند. و چهارمین مورد که هر آیین و هر دین و هر مذهب باید برای مردم بیان کند حقانیتش هست. شما می‌بینید در مورد ادیان دیگر، در مورد اقوام دیگر اختلاف وجود داره، هر کدوم فرقه شدن، اما فرقه اثناعشری، فرقه‌ای که اسلام و دین منسوب به اونهاست، چون اونها عمل به قرآن کردن، اونها که قرآن رو حمل میکنن، تمام آیین و روش و راهشون مطابق با قرآن است. امم دیگری که یا از شیعه هستند و اثناعشری نیستند، یا از آیین دیگر و اسلام دیگرند مثل اهل سنت، بیایند پای مذاکره تا تناقضی که در تفسیرشون و اقوالشون و گفتارشون با براهین قاطعی که ائمه اهل بیت روحی لهم الفدا بر جای گذاشتن، بطلان اونها معلوم بشه. این خدابنده وقتی علامه حلی رو آوردن گفت که من زنم رو 3 طلاقه دادم، گفت ما دین ما در یک مجلس 3 طلاقه رو باطل می‌داند. گفت شما چه دینی دارید، چه آیینی دارید؟ وقتی وارد مجلس شد کفش‌های خود رو گذاشت زیر کتفش، نشست بغل شاه بنده. گفتن شاه ببین، هم اومد پیش تو نشست، جای تو محترمی شاه، این باید احترام میکرد، هم کفشاشو گذاشت زیر بغلش آمد تو. گفت شاه اما پیش تو نشستم چون پیامبر فرمود هر مجلسی وارد شدید خالی بود بنشینید، و اما کفشامو زیر بغلم گذاشتم. از این مالکیای سنی که تو این مجلسم ترسیدم کفشامو بدزدن، اینا کفشای پیامبر رو دزدیدن. بعد مالکیا بلند شدن گفتن ما کجا، پیامبر کجا؟ گفت نه حنفیا بلند شدن گفتن ما کجا، پیامبر کجا؟ گفت حنبلیا. گفت نه این شافعی ها کفش پیامبر رو دزدیدن. شافعی ها بلند شدن گفتن ما کی اصلا بود امام شافعی ما که کفش رو دزدیده باشه؟ گفت خدا بنده دیدی اعتراف کردن، نه مالکی بوده، نه حنفی بوده، نه حنبلی بوده، نه شافعی بوده، ولی من از صدر کسی سخن میگویم که شب و روز پیش پیامبر بود. این صلوات بفرست. من از کسی سخن میگویم که نزد پیامبر بود، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و امیر المؤمنین فرمود کسی که از پیامبر اکرم نقل می کند ائمه ما فرموده اند 3 طلاق در یک مجلس باطل است، لذا زن توست خداونده، زن تو حلال توست. خوش شما این دین، این یک نمونه از علماست، لذا دین و آیه باید جوابگو باشد. اسلام 2 قطب دارد، یک قطبی است که نقل می کند به باطل و قطب دیگری است که ناطق حق است. ما شیعیان اثناعشری ادعا می کنیم بر حقی و برای خودمان دلیل داریم در مقابل جهت مخالف. ادیان دیگر تناقض است، نقص است، نتوانستند تأمین کنند احتیاجات مردمشون رو، نتوانستند جوابگو باشند برای آنچه که علامت سؤال است. میماند اسلام 2 قطب دارد، یک قطب که ادعای باطل است و خود رو مسلمان میدانند، و یک قطب است که مدافع قرآن
و آن کسانی که قرآن با اون وصیت کرده و از آیینی به نام آیین تشیع 12 که مربوط به ائمه اطهار علیهم السلام است دفاع میکنند. قطب اول، قطب باطل، شما قرآن عمل میکنید یا نه؟ قرآن کتاب قانون است. اولین کلمه قرآن پیامبر فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. من از شما هیچ نمیخواهم، فقط به اهل بیتم محبت کنید. بگید ببینم اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند؟ دختر پیامبر اکرم اهل بیت پیامبر نیست؟ شما با دختر رسول خدا چه کردید؟ اولا کلام رسول اعظم رو گوش ندادید. فرمود فاطمه بضعة منی من آذاها فقد آذانی. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره. کسایی که خدا را اذیت میکنن، رسول خدا را اذیت میکنن، الا الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره. خدا لعنت فرستاده دنیا و آخرت. رسوله یعنی رسول خدا. خب بگید ببینم مگر پیامبر نفرمود من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله؟ اولین قرآن مطابق بر شماست. دو، خداوند متعال پیامبر رو چگونه به چه امری فرستاد و پیامبر رو چگونه معرفی کرد؟ فرمود پیامبر هر چه فرمود باید گوش بدید. در مورد اهل بیت پیامبر چه فرمود؟ چه توصیه کرد؟ نسبت به امام حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه، شما در حق اونها چه کردید؟ در حق امام حسن و امام حسین چه کردید؟ کاری کردید حتی زن امام حسن ازش برگشت، خیانت کرد. امام حسین رو چه کردید؟ شما یزید رو خلیفه میدانید، معاویه رو خلیفه میدارید، اونها رو تقدیر میکنید، اونها رو تجلیل میکنید. همین سیدا شباب اهل الجنه رو چه کرد در کربلا؟ شما واقعا به قرآن عمل میکنید؟ قرآن با شما خطابه میکند، شما رو میفرماد به پیامبر شما تأمل در قرآن کنید. قرآن کریم میفرماید به پیامبر ای پیامبر به مردم بگو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کی اومد؟ بعد از آیه ابلاغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بعد بهش میگه یا رسول الله اگر این ابلاغ رو نکنی رسالتت رو انجام ندادی. سوال میکنیم از شما این رسالت چی بوده؟ این رسالتی که باید پیامبر میفرمود چه بوده؟ میدونید چی میگن؟ یضحک به ثقلا. میگن میخواست بگه علی رو دوست دارم. مگه پیامبر نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نمیداند هوا گرم است؟ مگر نمیداند که مردم در مشکلن؟ مسجد پیامبر نبود به مردم بگه من علی رو دوست دارم؟ این مواطن مختلف نبود؟ پیامبر شما رو در غدیر خم جمع کرد، میخواست مطلب مهمی رو براتون بگه. جایی که همه از هم جدا میشید. این عقل شماست و فهم شماست که علی رو میخواست دوست بدارد. پیامبر عاشق علی بود، اما اونجا یه مطلب دیگه میخواست بگه. قرآن چیز دیگه رو میگه. بگذاریم خلیفه دوم شما پیامبر خودتون نقل کردید، صحیح بخاریتون آخرین لحظات چه گفت؟ ما ینطق عن الهوا اذ هو الا وحی یوحی. وقتی پیامبر یه چیز میگه وحیه. گفت یه کاغذ قلم به من بدید، ایتونی به دوات و کتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا ابدا. یه چیز براتون بنویسم گمراه نشید. همین دومی، همین آقای شما
همین کسی که مذهبتون رو تکیه کرده به پیامبر خطاب کرد ان الرجل لیحزن، پیامبر هذیان میگوید، کسی که ناطق وحی است، کسی که امر الهی رو میگه. اونجا پیامبر چی گفت به اینها؟ گفت قوموا عنی، بیرونشون کرد. شما وقتی که پیامبر برای حفاظت از شهر مدینه گروهی رو فرستاد به خارج مدینه، اون خلیفه اول و دومتون امر پیامبر رو عملی نکردن، هیچ کدوم رو گوش ندادن. اونجا پیامبر چه فرمود؟ لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. لعن پیامبر لعن خداست، چون امر پیامبر امر الهیه. اگر من تا صبح بنشینم و برای شما مصائب اینها که به سر اسلام آوردن براتون نقل بکنم، هنوز قصه طولانی است، لذا آنقدر خلاف کردن. قرآن کریم میفرماید انی جاعلک للناس اماما. این انی جاعلک للناس اماما چیه؟ امام کیه؟ هم نبی داریم هم رسول داریم. آقایون اهل سنت، نبی رسول معلومه، امام کیه؟ ابراهیم هم رسول بود هم نبی بود. بعد از امتحان خدا خطابش کرد انی جاعلک للناس اماما، یعنی ما امام قرار دادیم. یعنی امام باید از طرف خدا باشه، نه از طرف سقیفه. امام باید از طرف خدا باشه به نص آیه قرآن. تمام شد. آخر قرآن چی میگه؟ آخر همین آیه چی میفرماید؟ لا ینال عهدی الظالمین. ظالمین خلیفه نمیشن، ظالمین رهبر مسلمان ها نمیشن، ظالمین دستشون دین نمیفته. اینا 40 سال بت پرست بودن. بخوانید تاریخ رو. خلیفه اول و دوم 40 سال به خودشون خیانت کردن. اینا ظالم به نفسشون. قرآن میگه اینا خلیفه نمیشن. قطب اول قطبی است که اسلام رو به یدک میکشد برای دنیا، برای گذراندن دنیا. لذا وقتی به ابو هریره میگی ابو هریره این حدیث رو از کجا آوردی، دست به جیبش میکنه، اشاره به جیبش میکنه، میگه من کیسی. 2 سال پیش پیامبر بوده. امیرالمؤمنین باید در متون اهل سنت 20 تا حدیث داشته باشه. ابو هریره نتونیم حدیثاش رو شمارش کنیم. این منطق دین است. بگذاریم بیم رو قطب دوم که وارد قضیه رقیه بشن. قطب دوم قطب تشیع از شیعه 12 رو اصول طبق قرآن کتاب قانون رو باز کنید، یکی یکی آیه ها رو بخوانید، ما براتون تفسیر کنیم، ببینید مطابق با قرآن است یا نه. این الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. قرآن کریم با کی سخن میگی؟ خود عامه نقل میکنن، میگن این در مورد امیرالمؤمنین است. علی ابن ابی طالب فقیری وارد مسجد شد، امیرالمؤمنین در حال رکوع انگشترش رو در آورد به فقیر داد. او میگوید لا ینال عهدی الظالمین. اینجا قرآن را معرفی میکند. این امام تشیع است. 2 قرآن میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سوال میکنیم اهل بیت کیان؟ چه کسانی هستند؟ اهل بیت رو پیامبر و قرآن معرفی کرده است. روایت داریم از اهل سنت که از پیامبر سوال کردند، اشاره کرده است به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین. و اون قضیه عبا
که پیامبر آمدند در خانه ام سلمه، ذیل همین آیه شریفه از اهل سنت روایت است. آن روز پیامبر خانه ام سلمه بود، علی ابن ابی طالب وارد شد، فاطمه زهرا وارد شد، امام حسن وارد شد، امام حسین علیه السلام وارد شدند. همه اینها را تحت یک عبایی قرار دادن و این آیه قرآن نازل شد. مراجعه کنید. بعد اینا بهانه میارن این آیه وسط آیاتی است که در مورد زنان پیامبر است، لذا ما تفسیر اون میکنیم. نمیدانند که موارد متعدد است قرآن کریم آیه هایی را آورده است که آیه قبل اصلا مربوط به آیه بعد نیست، ولی این اشکال باید جای دیگه هم بکنیم که مفصل است. من نمیخوام وارد بحث اثبات آیه تطهیر بشم. اسلام در خطره، کفار جمع شدن، جزیه‌ای که بنا بود بدهند به پیامبر ندادن، ایمان نیاوردن. پیامبر فرستاد دنبالشون، گفت بیایید مباهله کنیم، یعنی حق رو ظاهر کنیم، لعن بفرستیم هر کس بر دیگری تا حق رو خدا بیان کنه. پیامبر کی رو برد؟ هم خلیفه اول بود، هم خلیفه دوم بود، هم سلمان بود، هم عمار بود، هم مقداد بود، همه اینا بودن. اسلام در خطره. آی قطب اول، اسلام در خطره. پیامبر اینا رو برد که ثابت کند اسلام با اینهاست. دست دخترش رو گرفت، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین رو صدا زد، دو نازدانش رو برداشت برد، به طوری که نور آنقدر از این وجوه متلعلع بود که بزرگ نصارا وقتی نگاش افتاد گفت بپرسید اینا کیان؟ اینا رحم پیامبران یا نه؟ اگه اینا اقربای پیامبران، هیهات که به اینها با اینها مباهله کنید، هیهات که مباهله کنید. نصارا به خدا قسم، به اون خدایی که اعتقاد دارید، اگر با اینا مباهله کنید نصارایی بر روی زمین نخواهد ماند. همینطور هم شد، گفتن جزیه میدیم. اینا ائمه ما، این امام ماست، این قرآن ماست. ای پیامبر به مردم ابلاغ کن. در غدیر خم دست امیرالمؤمنین رو برد بالا. ای مردم، اسلام بدون علی معنا ندارد، کامل نشده است. اسلام بدون امیرالمؤمنین معنا ندارد. لذا دین، مذهب، آیین اولا باید جوابگو باشه، ثانیاً رو ارکانی تکیه کرده باشد که قوی باشه، هیچی نتونه تکونش بده. و باید حادثه‌ای رخ دهد که این دین رو بیمه کنه. کجا قرآن گفته؟ انما الصفا والمروه من شعائر الله. چی گفته خدا؟ قضیه‌ای در قرآن است که من رو به شما نشان میدهد، راه رو نشان میده. صفا و مروه چه خبر بوده؟ چی بوده اونجا که نشانه خداست؟ من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. کسی که نشانه خدا رو گرامی بداره، کسی که نشانه خدا رو گرامی بدارد، این نشون میده که این آدم خیلی پاکیه. من تقوی القلوب یعنی آخر انسانیت تقواست، این نشانشه. بعد خدایا این نشانه که تو را نشان میدهد کجاست؟ فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله. بیاین بین دو این کوه ببینیم چه قضیه رخ داده. یک مادر فداکار بچهش تشنه شد، گرسنه شد، براش جانفشانی کرد. یک طول 2 کوه رو اونقدر رفت و اومد، اشک ریخت، به خدا توسل کرد. خدا این جانفشانی رو دوست داره، این گذشت رو دوست داره. دوم، بچه‌ای آنقدر از تشنگی
آنقدر تشنگی براش غلبه کرد که مفسرین میگن پاهاشو به هم میمالید. ذیل همین وقایع بعد خدا میگه در قرآن کریم ما قصه هایی برای شما نقل میکنیم عبرتون لأولی الالباب. این عبرتون لأولی الالباب یعنی چه؟ یعنی اصحاب خرد میفهمن ما چی میگیم. چرا این مثال ها رو زدیم؟ یعنی یه بچه میاد دوباره تشنه میشه، یه عمه میاد این جانفشانی رو میکنه، یه پدری پیدا میشه با خدا معامله میکنه جانش رو بده. همه اینا نشانه حقانیت تشیعه. تشیع تو قرآنه. امام حسین تو قرآنه. حضرت یحیی رو سرش رو بریدن. قرآن چی جور بهش سلام کرده؟ در تشت قرار دادن. چجور سلام کرده؟ سلام علیک. سلام یعنی اون سلام خدا که شما نمیدونید چه سلامیه. چرا یحیی؟ من غریب بودم، مظلوم بودم، سرمو بریدم، تو تشت گذاشتم، مظلومانه از دنیا رفتم، کسی رو نداشتم، خدا اینجور سلام کرده. سید الشهدا هم سرشو جدا کردن، تو تشت قرار دادن. در همین گیر و دار، در همین مسائل واقعه سید الشهدا از مسلمات. این رو بدونید ما تاریخمون خیلی کم داره. اهل سنت اعتراف میکنن به واقعه کربلا و بعضی از ریزکاری های کربلا رو هم نقل کردن. قضایای سید الشهدا از مسلمات. اهل سنت هم در تاریخ نقل کردن. اتفاقا بعضی ریزکاری ها هم تاریخ سنی نقل کرده، از جمله کشیدن چادرهای زنان از رو سرشون وقتی به هجوم بردن به خیام. اینو اهل سنت هم ذکر کرده. واقعی حضرت رقیه خب میدانید اینا وقایعی که به نفعشون نیست رو میخواستن از بین ببرن، نشانه از اهل بیت نباشه. چون اگه سوال شد که این دختر کوچک چرا جون داد مال امام حسین، چه گناهی داشت، چی کرده بود، اینا نمیتونن جواب بدن. این مظلومیت خودش حقانیته. لذا اولا مسئله سید الشهدا از مسلمات در نزد اهل سنت خودشون نقل کردن. بعضی وقایع کربلا هم نقل شده جزئیاتش، اما ما کسی رو نداشتیم از ما دفاع کنه. ما فئه قلیل بودیم. ما فقط اون هدفمون این بود که نام ائمه رو زنده نگه داریم. این مسئله حضرت رقیه دین رو زنده نگه میداره، حقانیت تشیعه. خب طبیعی قطب اول باطل سعی میکند این قضیه رو از بین ببره. دوم مشهوره که یک قبری هست در شام، این متعلق به رقیه دختر امام حسینه. به من بگید ببینم شام اموی که طرفدار معاویه و اینا افرادی بودن که عدو اهل بیت بودن، اهل بیت که وارد شام شدن کف میزدن، هله میکردن، آمدن پیش اون ملعون یزید سکینه رو برای کنیزی خواستن. اینجور انسان ها بودن. بنی امیه اعتراف میکند که این قبر رقیه دختر امام حسین است و شهرت قائمه در موضوعات خارجی. همین که شهرت قائم بشود بر شیعی این حجت است. همین که اشاره میکنند این قبر رقیه دختر حسین است، مردم اونجا و مشهور است، همین کافی است در اثبات وجود حضرت رقیه. اینایی که منکر میشن دو هدف دارن. یا هدفشون اینه در دنیا آباد بشن، خالف تعرف، یا بی سوادن، علمیتشون نمیکشه. یعنی مطالعه تاریخ نکردن که وقایع تاریخ رو به دست بیارن. ولا قضیه حضرت رقیه در منابع مختلف در قرون مختلف ذکر شده. بله بعضی جاها نام حضرت رقیه نیامده، نوشته دختر امام حسین. شما مراجعه کنید به بهار، خدا رحمت کند علامه مجلسی رو، تو بهار نقل میکنن که امام حسین به خاطر علاقه‌ای که به مادرش داشت همه بچه‌ها را اسمشون رو فاطمه گذاشت.
و به خاطر علاقه‌ای که به پدرش داشت اسم بچه ها رو همه رو علی گذاشت. لذا می‌بینید فاطمه صغرا، فاطمه وسطی، فاطمه کبری، علی اکبر، علی اصغر، همه اینا در تاریخ ثابته. وجدان بیدار میخواد، آدم فهمیده میخواد، آدمی که دلسوز اهل بیت است و خودش رو فانی در اهل بیت میخواد که اینا رو بتونه درک کنه. ولی من امروز اگر بخوام در امری مخالفت کنم فلان چیز در کربلا نبوده، خب نبوده. بابا تو باید دفاع کنی، تو باید ثابت کنی، باید این ریشه‌ای که بچه‌های ما رو متدین نگاه می‌دارد حفظ کنی. مسئله امام حسین مسئله شعائر است. خدا در قرآن اشاره کرده است به اینکه دوست دارد انسان شعائر رو حفظ کند. اون از تقوای قلب انسان است. یعنی مردم، ای مردمی که این قصص رو در قرآن میخوانید، حواستون باشه ممکنی قصه‌ای بعد رخ بده که از این عظیمتر باشه. بکا حتی بیضت عیناه، یعقوب آنقدر گریه کند که چشمهاش کور بشه، چون خدا گریه بر مظلوم رو دوست دارد، لذا گریه بر امام حسین رو دوست داره. لأبکین علیک بدل الدموع دما، ان یوم الحسین اقرح جفوننا. میگه روز حسین داخل پلکای ما رو زخمی کرد. امام رضا تو چه کردی بر امام حسین که چشمهای تو زخمی شد؟ بر جدش. دید صدای ناله میاد، دید صدای ناله میاد، گفت چه خبره؟ مگه چی رخ داده؟ گفتن دختر امام حسین است، بهانه بابا میگیره. گفت سر رو بذارید تو تشت براش ببرید. تشت رو که آوردن اصحاب مقاتل نقل میکنن یه لحظه زینب سرشو برگردوند، نگاش که به تشت افتاد همه جریان رو خوند. سیلی محکم به صورتش زده، گریبانش رو چاک کرده. رقیه صدا زد عمه جان من که غذا نمیخواستم، من غذا طلب نکردم. یه نگاهی کرد اون نانجیب، اون ستار رو از روی قدح برداشت، تشت برداشت. سر امام حسین نمایان شد، کردی قدم رنجه به ویران. پشت بابا باش صحبت کنه. گو بابا خیمه تشریف آوردی، خرابه تشریف آوردی، خوش آمدی بابا حسین جان. بابا چرا سرت خونیه؟ چرا سر در بدن نداری؟ امشب زدی سر بر یتیمان. بابا میگن من یتیم شدم. خوش آمدی بابا حسین جان. بابا به قربان سرت، کو اصغرت کو اکبرت. بابا برادران کجا؟ همینطور که با پدر صحبت میکرد، ناله میکرد، صدا زد یا ابتا، یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی. آقا جان کی مرا تو کوچکی یتیم کرده؟ من الذی ذبحک یا ابتا، کی سرت رو از بدن جدا کرده؟ اونقدر با پدر ناله کرد، اونقدر زجه زد. یه موقع دیدم سر یه طرف، رقیه یه طرف. همه این مصائب رو زینب کشیده، همه این دردها رو زینب دیده. یه لحظه چه دید در کربلا؟
ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. باور نمی کردم حسین جان زنده باشم سر تو رو بالای نیزه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.